سلام دوستان، خوش اومدید به کانال کد. خوش اومدید بر یک درسی دیگری از CSS. موضوع امروزینه ما CSS Selectors می باشد. معنای CSS Selector چی می باشد؟ CSS Selector این چی طرز ما میتوانیم الیمنت های خودمون را انتخاب کنیم برای چی استیل دادن. همین را امروز میخواهیم با شما بیاموزیم. ما چند نمودی استیل دادن میتوانیم که الیمنت همون استیل بدیم. پس این که من استیل را بتونم میخوام با شما یک چیز دیگر را نشان دم. من یک پاپکه میسازم CSS و وقتی که استیل من در درون پاپکه CSS میگذرانم در اینجا در رف ما باید چیکار کنم؟ اول نام پاپکه ما بتونم، بعد چی سلش مانو و نام فایل ما تا اینکه استیل ها در اینجا کار کرده شود. و بعد میگذاریم چی نگاه میکنیم اولین نمودی که ما خیلی میتوانیم الیمنت همون استیل بدیم. اولین نمودش ما میتوانیم با واسطه نام الیمنت همون چیکار کنیم؟ استیل بدیم. وقتی که نام الیمنت مون مینویسیم، اگر خواهیم پاراگراف همون استیل بدیم، رنگشون سرخ کنیم، ما میتوانیم پی مینویسیم و خاصه فیگورین را میکشیم و در درونش کلر مینویسیم رد. اگر که از برگردیم در اینجا تا پاراگراف داریم، وقتی که میبینه هر دی پاراگراف های ما چیش دسته رنگاشون سرخ دسته. نه که اگر که ما بخواهیم که یک پاراگراف ما رنگش سرخ باشه و دیگریش سبز باشه، ما چخه همین کار را کده میتونیم. ما میتونیم دیگر نمودهای استفاده برای انتخاب کردن الیمنت ها را استفاده بریم. یکی او چی میباشه؟ کلاس. ما میتوانیم پاراگراف مون چیکار کنیم؟ پاراگراف بنویسیم. پاراگراف یک کلاس بتیم در یکم پاراگراف مون کلاس شب بتیم که پاراگراف یک در دیمگیش چی؟ پاراگراف دو. و وقتی که ما اگر خواهیم که با واسطه کلاس ها استیل بتیم، ما نیاز داریم که اومده در اینجا چیکار کنیم؟ نقطه بگذاریم. اگر کلاس استفاده بودیسته باشیم باید اول نقطه مونیم و بعد نامی کلاس مونه پاراگراف یک. خیلی که در اینجا ما چی داشتیم؟ پاراگراف یک و همون را در اینجا چی میگذارم و بعد با قوس فیگونی را میکشیم و در درون چی بنویسیم؟ کلرش گرین میکنیم میکن. وقتی که برمیگردیم چه از کار نکرد، ما پاراگراف یک کار که بخشش در اینجا رنگش نمیتوسط سبز ما انتخاب کردیم، برای همون سرخش میگذاریم. سرخ وقتی میگذاریم خیلی که میبینید شما هم اخش رو کار کیسه. اگر خواهیم دیم که پاراگراف مون رنگش یکم کبود کنیم، چیکار کرده میتونیم؟ ما نام کلاس را گرفته در اینجا میگذاریم و بعد خاص را میکشیم، کلرش هم میتیم که نم خیلی رنگی ایندیگو. وقتی که شما میبینید در اینجا ما پشتم برام خیلی دستن شما رنگا چیش دیگه علش دیگه پاراگراف یکم گی ما رنگی سرخ داره، پاراگراف دیگری ما رنگی کبوتی تاریک داره. و اگر که ما خواهیم دیگه استیل را هم بتیم با واسطه اینجا چیکار میکنیم؟ دکلریشن مون نویسم میکنیم تکست الاین ایش از سنتر مینویسیم. خیلی دستن دیم پاراگراف ما در سنتر واقعه و میتونیم یکم گیش تا چیکار کنیم؟ تکست الاینش اند بتیم و خیلی که شما دستن همه چی شروع کار کیسه و با واسطه پاراگراف ما نگاه کردیم که چه میتونیم چیکار کنیم؟ استیل بتیم در الیمنت همون. و دیگری راهی که ما میتونیم استیل بتیم این راهی چه آیدی را استفاده بردن. به جای کلاس ما آیدی می نویسم و وقتی آیدی را می نویسیم در اینجا، وقتی که در استیل میایم در فایل مون چیکار میکنیم؟ با جای اگر که آیدی را استفاده کیسه باشم با جای نقطه ما باید ریشاتکار استفاده بریم. وقتی که ریشاتکار استفاده میکنیم برمیگردیم چقدر که شما ببینید همون استیلمو که نویسه بودیم در اوجا همو کار کرده سخت شروع همه چی و اینجا در با میتونیم که یکم فونت سایز برای اگر خواهید که شما متن هاتون را رزمرشون کلان کنیم مایده کنید، شما میتونید فونت سایز استفاده برین دکلریشن فونت سایز نویسین و بعد در درون چی بنویسین؟ 14 پیکسل مثلا. اگر که از 14 پیکسل نویسیم اوقای تغییرات نمیبینید شما 24ش میکنیم. چقدر که شما دسته پاراگراف یکمون رزمرش به 24 و دیمون چی هم پریمر نه 14 پیکسل و میتونیم در دیمگیمون هم
размерش 34 کنیم. هر چی خیلی دیگر که размерش بخواین کنین شما میتونین با واسطه استفاده بردن فونت سایز همین размер رو شما وارد کنین و با واسطه اگر که ما از طرز کلاس ما برمیگردونیم یک چیز دیگر را به شما نشون میتونم. اگر که شما کلاس خطی استیل داشته باشین و خواسته داشته باشین که میتونه شما که المنت استفاده برده و بگین که همون المنتی را که پاراگرافش چیه یک کلاسی پاراگراف یک داره همون را استیل هم خیلی سرخته. مثلا اگر که ما در اینجا برگردیم در اینجا یک سرلوحه مونه از سرلوحه دیگه و اگر که سرلوحه دیگه مونه در اینجا مونه نویسیم که پاراگراف د در سرلوحه همون پاراگراف د نویسیم پاراگراف یک نویسیم و کلاس ای را هم چیکار کردگیم پاراگراف یک دادگیم کلاسشون یک خیلی و اگر که حاضر ما بریم در اینجا چیکار کنیم کلاس پاراگراف یک ده کلر شرط کنیم وقتی که برمیگردیم چقدر که شما دستین ای گرفته سرلوحه های مرم چیکار کسه رنگشون سرخ کسه نه که من اگر که در اینجا از یک پاراگراف دیگر داشته باشم من بخوام که ایرم سرخ شوه ایرم سرخ شوه نه که سرلوحه ما چی برنگی امو سیاه بسته. من چیکار کردم میتونم من میگم که پاراگراف های را که کلاسی پاراگراف یک دارن همو را فقط بگی رنگشون سرخ کرد. من در اینجا اول المنت من نویستم تگی چی تگی پی را که کلاسی چی داره پاراگراف یک همو را فقط چیکار کرد رنگشون سرخ کرد. وقتی که برمیگردیم چقدر شما دوستین در اینجا دیگه سرلوحه ما رنگش سرخ نیست و بعد ما میتونیم که با واسطه همه کار استفاده بردن یعنی بگیم که hd یعنی المنت hd دو را که کلاسی چی دارن پاراگراف یک دارن چیکار کن تکست الاین شونه سنتر کن. چقدر که شما دوستین همه خوشرو کار کردسته و در این درس ما با شما یاد گرفتیم که با واسطه نام المنت با واسطه کلاس با واسطه id و با واسطه پاراگراف و چی نام کلاس ما خیلی میتونیم چیکار کنیم المنت همون استیل بدیم و ما میتونیم از درجه یک چیز دیگر را بکنیم با شما id بنویسیم و پاراگراف را که پاراگراف یک تکست الاین شد چیکار کنیم سنتر کنیم. چقدر که شما میبینین ما میتونیم که همه کاری را که نام المنت هم بنویسیم و بعد میگیم که همون المنتی را که کلاس پاراگراف یک داره ما میتونیم بنویسیم که المنتی را که id پاراگراف یک داره را چیکار که استیلی همه استیل را در همون چیکار که انجام بده و امیدوارم که درس با شما معقول شد و با شما گفتنیم که درسی مهمه برای که اگر ایره شما ندانین شما یگان خیلی نمیتوانین چیکار کنین استیل بتین المنت های خودتونه و امیدوارم که درس به شما فهمو بود. اگر اگه فهم باشد از زیر نویسین حتما به شما جواب خواهیم داد. تا درس دیگر خدا نگهدار.